عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه رفقایی که صدای من رو میشنوند و تصویر من رو میبینند. من باقر خرازی ام و در خدمت شما هستم با یک آموزش کاربردی دیگه تحت عنوان آموزش کار با نرم افزار مولتیسیم. خب نرم افزار مولتیسیم هم از جمله نرم افزارهایی است که کاربرد شبیه سازی مدارات الکترونیک رو برای ما داره. شبیه نرم افزار پروتئوس، شبیه نرم افزار مطلب. حالا مطلب الزاما الکترونیکی نیست ولی می شود یک بخشی از کار الکترونیک رو هم در مطلب انجام داد، مثل پیسیم که خب الکترونیک قدرت رو انجام میدیم باهاش و خیلی نرم افزارهای شبیه سازی دیگه که به نظر من یادگیری کار با مولتیسیم لازم و ضروریه. یعنی شرط لازم برای اینکه شما طراحی یک مدار الکترونیکی آنالوگ رو انجام بدید اینه که با مولتیسیم آشنا باشید و بتونید باش کار بکنید. از چه روی این حرف رو میزنم؟ از روی ابزارهای قدرتمند تحلیل مدارهای آنالوگ که به ما میده. بسیار ابزارهای کاربردی در لول بالا. خب به شکلی که پروتئوس شاید تو این لول نتونه برای ما تحلیل آنالوگ انجام بده. خب البته در ازاش پروتئوس تحلیل مدارهای دیجیتالی یا میکروکنترلری رو خیلی خوب انجام میده که توی مولتیسیم این نقص وجود داره. ولی اصلا اساسا مولتیسیم برای این کار ساخته نشده که شما مدارهای میکروکنترلریتون رو توش تست بگیرید. حتی پروتئوس هم حالا قبلا عرض کردم خدمتتون، حتی پروتئوس هم خب من خیلی بابت اینجور مسائل دوستش ندارم. بیشتر دوست دارم مدارهای میکروکنترلری روی هدربوردها کار بشه و کد تست گرفته بشه، چون بالاخره این سری مسائل هست که فیزیکی باید دیده بشه. خب در مورد پروتئوس قبلا صحبت کردیم، اما مولتیسیم رو نسخه 14 رو دانلود میکنید و نصبش بسیار ساده است. حالا من سعی میکنم از نصبش هم ویدیو بذارم ولی بسیار نصب ساده ای داره. باید نصبش بکنید و بعد از نصب بذارید من مگنیفایرم رو روی سیستم باز بکنم. یک همچین آیکونی رو باید داشته باشید، یک همچین ابزاری. ناگفته نماند که با مولتیسیم هم می شود پی سی بی کشید ولی توصیه من نیست. گفتم برای کشیدن پی سی بی ابزارهای حرفه‌ای تر هست، آلتیوم دیزاینر، ایگل، کیکد، الگرو و ابزارهای حرفه‌ای تر هست. اینها ابزار کشیدن پی سی بی برای شما نباشن. اینها صرفا ابزار تحلیل مدارهایی که طراحی کردید باشن. بعد از نصب خب با یه همچین فضایی روبرو میشید و بازش که بکنید یک محیط بسیار ساده، محیط بدوی، به طوری که فکر میکنید با یک نرم افزار به درد نخور روبرو هستید، ولی اصلا این گونه نیست و یک نرم افزار بسیار حرفه‌ای روبروی شماست و تحلیل‌های بسیار حرفه‌ای به شما میده. خب من صبر میکنم تا نرم افزار باز بشه. مولتیسیم مال شرکت نشنال اینسترومنت، همون شرکتی که نرم افزار لب ویو رو هم دارید. اون هم یک نرم افزار بسیار کاربردی و پیشرفته است. در واقع اینطوری بگم که شرکت نشنال اینسترومنت هر نرم افزاری که تولید میکنه استفاده درست داره و نرم افزار حرفه‌ای هست. من این یکی رو میبندم، این یکی. خب با یه همچین محیطی روبرو میشید وقتی نرم افزار رو نصب میکنید. این طرف دیزاین تول باکس رو دارید که فایل های دیزاینتون رو میاره، فایل های مختلف، پروژه های مختلف. اینجا نوار ابزار رو دارید، ابزارهایی که حالا ویندو و غیره و ذالک که توی همه نرم افزارها معمولا هستن. ابزارهای کار با فایل، ابزارهای کپی پیست، ابزارهای مختلف دیگه‌ای که اینجا دسترسی سریع دارید. دسترسی سریع برای برداشتن قطعات و پراب‌های ولتاژ و جریان و توان و غیره. این طرف هم ابزارهای آزمایشگاهی رو دارید. ابزارهایی مثل مولتیمتر، فانکشن ژنراتور، واتمتر، یه اسیلوسکوپ بسیار خوب و معمولی، یک اسیلوسکوپ 4 کانال، بود پلاتر که ما با بود پلاترش خب خیلی استفاده نمی‌کنیم. بود رو، نمودار بود رو ما توی تحلیل‌هاش در واقع رسم می‌کنیم. نمودار بود چیه؟ یه توضیح کوتاهی بدم بعد حالا توی جلسه خودش در موردش صحبت می‌کنیم. نمودار بود نمودار پاسخ فرکانسی یک سیستمه. خیلی توی مدارات آنالوگ بالاخص فیلترها مهم هست که این پاسخ فرکانسی به چه شکل است. حتی در طراحی منابع تغذیه سویچینگ
اون مدارات فیدبک و جبران سازی تمامشون طراحی میشن تا این پاسخ فرکانسی مناسبی باشه و در نهایت سیستم شما پایدار باشه. و یک سری ابزارها اینجا شبیه سازی، نوع شبیه سازیمون که در مورد این انواع شبیه سازی ما صحبت خواهیم کرد، حداقل موارد بسیار پرکاربردش رو صحبت خواهیم کرد با شما. و اینجا محیط طراحی شماتیک شما هست که بعد میتونید خب شبیه سازیتون هم توی این محیط داشته باشید. خب من فکر میکنم برای جلسه صفرم، جلسه معرفی نرم افزار، کافی باشه. از جلسه آینده با طراحی یک سری مدارات پیش میبریم کار رو و سعی میکنیم ابزارهای مختلف رو به شما آموزش بدیم که چطور از این ابزارها استفاده بکنید. سربلند و پیروز باشید. ارادتمند شما.